صبح روز 2 تیر ماه 1403 صدای داد و فریادهای معصومه تو ساختمون پیچید و از همسایه ها برای نجات شوهرش از مرگ درخواست کمک کرد. در حالی که خودش هم چاقو خورده بود و در حال جون دادن بود. اما شاید اون لحظه با خودش فکر کرده که من که چاقو به قلبم خورده و زنده نمیمونم. لااقل همسرم بمونه تا بچه‌مون بی پدر و مادر بزرگ نشه. سلام به کانال دارک فارم، خوش اومدین. شما بیننده و شنونده یک پرونده جنایی دیگه هستید. میدان رازی، خیابان زربافیان، کوچه بهمنی پلاک 1. محل زندگی فرزاد و معصومه. زن و مرد جوونی که بعد از 17 سال زندگی مشترک به دست همسایه‌شون در آغوش هم جون دادن. در حالی که کودک 2 سالشون در واقع ثمره عشقشون شاهد این جنایت و درگیری مرگبار بود. به نظرتون روز حادثه چه اتفاقی افتاده که این میزان قساوت قلب و وحشیگری در مرد جوون همسایه ظاهر شده و تونسته 2 نفر رو همزمان اونم با چاقو به قتل برسونه؟ فرزاد و معصومه در طبقه 2 ساختمون زندگی می‌کردند که با همسایه طبقه اول ساختمون به مشکل می‌خورند. سر چی؟ سر شارژ ساختمون و هزینه‌های ساختمون. انگار طبقه اول شارژ ساختمون رو ماه‌ها پرداخت نکرده بود و بدهیش به مدیر ساختمون شده بود 4 میلیون تومان که 8 ماه قبل از این واقعه هم کارشون به دادگاه و شکایت و شورای حل اختلاف کشیده شده بود. و دادگاه هم به نفع مقتول یعنی فرزاد رأی داده بود و حتی قاتل رو جریمه هم کرده بود و این اتفاقات اصلاً به مذاق قاتل خوش نیومده بود و شده بود حناق و گوشه گلوی قاتل رو گرفته بود تا اینکه بالاخره زهرش رو ریخت. قاتل مدعیه که مقتول توهین و تحقیر و فحش‌های ناموسی میداده و کینش خیلی بزرگتر از این حرفا بوده. ماجرا رو از زبون خود قاتل بشنویم. وقتی که 8 ماه پیش برای زندگی این خونه را اجاره کردیم، از روزای اول همسایه طبقه بالا شروع به اذیت و آزار من و خانواده‌ام می‌کرد. اون بارها من را جلوی چشمای خانواده‌ام تحقیر کرد و از من به عناوین مختلف پول می‌گرفت. اون زوج مالک طبقه اول بودن. دقیقاً 1 ماه بعد از حضور ما تو اون ساختمون، مرد همسایه گیر دادن به من و خانوادم رو شروع کرد. 2 بار برق خونمون رو قطع کرد. اول فکر کردیم که اتفاقی بوده، اما بعد از پرس‌وجو از همسایه ها فهمیدیم اون برق ما رو به پمپ آب وصل کرده. بعد از اون سر شارژ ساختمون، تعمیرات، هزینه آب، گاز و غیره، اختلاف و دعواها شروع شد. هر بار مشکل و دعوای جدید شکل میداد. از این دعواها خسته شده بودم. حتی از صاحبخونم خواستم 150 میلیون تومان پول رهنم رو بده تا از این خونه برم، اما نداد. به نظرتون چرا قاتل از مقتول به خاطر این فحاشی‌ها و اذیت‌ها شکایت نکرده؟ هرچند که نتیجه‌ای هم نمی گرفت. بگذریم. تا اینکه یک روز وقتی به من اعلام کرد که مبلغ 4 میلیون تومان پول شارژ عقب افتاده و باید پرداخت کنم، عصبانی شدم و دعوامون شد. به پلیس 110 زنگ زدم و کارمون به شورای حل اختلاف رسید. تا جایی که قاضی رأی به پرداخت پول به نفع اون صادر کرد. وقتی از طرف قانون ملزم به پرداخت مبلغ 4 میلیون تومان شدم، به ناچار به جای پول قرار شد برای اون کار کنم. کارایی مثل تمیز کردن خونه، جارو کردن کوچه و غیره. تا جایی که 1 بار هم با متلک پروندن به من گفت وقتایی که خونه نیستی همسرت با مردای غریبه ارتباط داره. این موقع بود که به خودم گفتم 1 روز آخر یا اون رو میکشم یا خودم رو. من نگهبان ساختمونم. برای همین شبها سر کار میرم. صبح اون روز وقتی از سر کار به خونه اومدم، همسرم به من گفت مرد همسایه بازم 4 میلیون تومنش رو میخواد. دیگه مغزم یاری نکرد و به آشپزخونه رفتم. چاقو رو برداشتم و به قصد کشتنش از خونه خارج شدم. همسرم با داد و فریاد سعی کرد جلوی منو بگیره، اما موفق نشد و پسرم هم که حسابی ترسیده بود به داخل اتاقش رفت و مخفی شد. من هم همسرم رو به زور به داخل خونه هل دادم و در رو روی اون بستم و به طبقه بالا رفتم. اولش به قصد کشتن نرفتم، فقط میخواستم اونها رو بترسونم و از اون زهر چشم بگیرم.
اما اون باز هم بددهنی کرد و بزنم تهمت زد. من هم بلا فاصله اولین ضربه چاقو رو به پهلوش زدم. در همون موقع دستش رو دور گردن من انداخت و با هم به داخل خونش رفتیم. در همین حین ضربه بعدی رو به سمت چپ شکمش وارد کردم. زنش در حالی که پسر کوچیکش رو در آغوش داشت برای دفاع از آشپزخونه چاقو برداشت و به من حمله کرد و اون رو هم زدم و همونجا نشستم تا پلیس اومد و من رو دستگیر کرد. کاش زمانی که از صابخونم خواستم پولم رو پس بده تا از اونجا اسباب کشی کنم قبول میکرد. شاید این اتفاقا نمیافتاد و الان از کرده خودم پشیمونم. با اعتراف این مرد، اون به اتهام مباشرت در 2 فقر قتل روانه بازداشتگاه اداره 10 پلیس آگاهی تهران شد. خانواده مقتولان هم برای اون درخواست قصاص کردند. 4 میلیون تومان دلیلی برای یتیم شدن کودک 2 ساله‌ای که خیلی زود از آغوش پرمهر پدر و مادرش محروم شد. خواهر فرزاد در گفتگویی گفته که هنوز باور نداره که برادر و عروسشون به قتل رسیدند. معصومه و فرزاد خیلی زندگی عاشقانه‌ای داشتند. هر دوشون 41 سالشون بود و 17 سال بود که با هم زندگی می‌کردند. حاصل ازدواجشون هم آراد بود. آراد فقط 2 سالشه. باورتون میشه؟ زیر ناخنای آراد خون پدر و مادرش بود که اونها رو پاک کردیم. قاتل بیرحم عروسمون رو در حالی کشت که آراد تو بغلش بود. اون حتی قصد داشت برادرزادم رو هم به قتل برسونه که زن طبقه سومی اون رو نجات داده. اون حتی آقای طبقه سوم رو هم تهدید کرده که اون از روی نرده ها فرار کرده بود و نتونسته بود گیرش بندازه. از قضات دادگاه میخوایم که عامل قاتل برادرم و همسرش رو به اشد مجازات برسونه و نگذاره خون برادرم و عروسمون پایمال بشه. منتظر نظراتتون در ارتباط با این پرونده هستم. اگر به این سبک موضوعات علاقه‌مندین حتما ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو دنبال کنید. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که حقیقت همیشه خود را نشان خواهد داد.